منتخب نورسانی تا 17 ساله ایران و تاجیکستان این بازی آخرین مرحله گروهی در گروه د خواهد بود. بازی که یکی از راهخطهای مرحله پلی آف و یکی از راهخطهای جام جهان رو برای یکی از این دسته ها تقدیم خواهد کرد. البته برای منتخب ما با احتمال زیاد حساب مساوی میتواند بسنده باشد اگر منتخب کره شمالی در رقابت بعدی پیروزی به دست بیارد. ولی برای نورسان ما مهم است که در بازی امروزه نه اینکه حساب مساوی بلکه پیروزی رو به دست بیارند تا شانس خود را صدفایزه برای رفتن به مرحله بعدی صاحب گردند. این ورزشگاه است که منتخب ما اولین بار بازی میکند، اما نورسان ایران در اینجا بازی‌های قبلی خود را هم دایر کرده بودند و آنها آشنا هم با این میدان. بچه‌های ما نخستین بار در این ورزشگاه به میدان میآیند و برای پیروزی به دست آوردن، برای به دست آوردن راهخط چمپیونات جهان مقابل ایران بازی میکنند. بازی دور سوم مرحله گروهی جام آسیا نیز دایر شد. این رقابت نورسانی 17 ساله دو کشور همزبان منتخب‌های ایران و تاجیکستان بود. بازی در میدان عبدالله الفیصل برگزار گردید. این رقابت آخرین امکان نورسانی تاجیک و نورسانی ایران به حساب می‌رفت. بازیگران تاجیک رقابت را خیلی فعال سر کردند. در دقیقه 12 بازی بعد اشتباهی دروازه‌بان دسته ایران امکان زدن گل برای فوتبالباز دسته ما مهربان عادلزاده پیدا شد. او با یک ضربه توپ را به دروازه رقیب وارد کرد. در ادامه قسم اول برای نورسان تاجیک امکانیت‌های زیادی گلزنی به میان آمد، اما بازیگران ما از فرصت‌ها استفاده بردن نتوانستند و قسم یکم با حساب 0-1 به فایده تاجیکستان به پایان رسید. نیمه دوم میدانداری را هم فوتبالبازان تاجیک فعالانه سر کردند، اما در یک حالت در دقیقه 52 بازیگر منتخب تا 17 ساله ایران امید قرچامغلو توپ را وارد دروازه ابوبکر رحمانقلوف نمود. بعد 1-1 شدن حساب رقیب دوباره امیدی برای راهخط جام جهان مبارزه بردن را پیدا کرد، اما بازیگران تاجیک دوباره فشار آوردند و پس از 15 دقیقه برای بازیگر خط دفاع احمدجان شایف امکانیت زدن ضربه پیدا شد و او با یک ضربه نشانرس توپ را به دروازه ابوالفضل خلیلیان زده دسته را دوباره به پیش برد. در عموم نورسان تاجیک در جریان بازی امکانیت‌های زیادی گلزنی داشتند، اما از فرصت‌های زیادی خود استفاده بردن نتوانستند. بعد از دقیقه 67 تا دقیقه 89 دسته ها با حساب 1-2 بازی را ادامه دادند، اما در دقیقه 89 یک فرصت خوب برای عبدالله ابراهیمزاده به میان آمد و فوتبالبازی از ذخیره به میدان آمده نقطه آخرین بازی را گذاشت، یعنی او حساب را 1-3 کرد. با این حساب دسته ما پیروزی به دست آورد. این یک غلبه عادی نه، بلکه یک تاریخ بود که روی داد و فوتبالبازان ما در مرحله گروهی دومین غلبه خود را به دست آوردند. نسبت به بازی قبلی منتخب تا 17 ساله تاجیکستان بر مقابل کره شمالی، تیم ما در این رقابت تماما فرق میکرد و ما گویا در عموم یک دسته دیگر را میدیدیم. در همین مورد سابق سرمربی منتخب تاجیکستان عثمان تاشف نیز که رفتی بازی نورسانی ما را تماشا میکرد فکر و نظر خود را بیان نموده منتخب تاجیکستان و مردم سربلند کشور را با راهخط جام جهان تبریک گفت. بازی زور شده именно умуман дигар Тоҷикистон бозкараш аст. Пасои кӯтакати уверенне бозкарашин ҳам дигарошон ба ёрдам дода бозкарашин дидашед худатон бозу бисёр қизиқ гузаштааст. Насиб бошад мебурем. Ман табрик мекунам аз барое ки ҷаҳон чемпионаташро бурам дар Тоҷикистон ба пеш. بعد چنین یک بازی زیبا و تاریخی که برای دسته ما راهخط دور چهارک نهایی و راهخط جام جهان را داد، شادی و نشاط فوتبالبازان ما را حد و کنار نبود. کل فوتبالبازان ما همراه با ستاد مربیان پیروزی خود را جشن گرفتند و از شادی اشک ریختند. پس از این همه شادی و نشاط بازیگران از تمام مخلصان خود و کل مردم تاجیک منتداری بیان کردند و وعده دادند که آنها در ادامه باز هم تلاش میکنند تا غلبه نمایند. من در هر یک بازی باور دارم که گل و ثمر میرسانم. ما باز هم تکرار میکنیم که غلبه ما نه تنها برای تمام مردم تاجیکستان بود. Соперники были очень хорошие. Первый тайм был немножко тяжелым, и начало второго тайма особенно. Но мы собрались силами после пропущенного гола и выиграли этот матч. Соответственно, мы хотели этого больше, я думаю. И вся эта работа, 2 месяца вдали от дома, все эти жертвы, это вот тот день, который жертвы сокращаются с хорошим. Поэтому все болельщики Таджикистана, еще раз посвящаю вам эту победу. Мы вас очень сильно любим.
бридан бозира ба мухлисааш табрик мекунам. акнун пас аз 3 даври рақобатҳо натиҷаи ниҳоии гурӯҳи Д чунин аст. Тоҷикистон бо касби 6 имтиёз дар ҷойи аввал ва Кореяи Шимолӣ бо 5 хол дар ҷойи дуюм ва Умону Эрон дар ҷойҳои баъдӣ қарор гирифтаанд. Бозии навбатии мо дар даври чаҳорякниҳоӣ бар муқобили Кореяи Ҷанубӣ санаи 14 апрел баргузор мегардад.